توی این 1 دقیقه باقی مونده خواهش میکنم که اگر امکانش از تلفن بشنویم و با احترام سلام میگم. سلام عرض میکنم خدمت برنامه زلال احکام. ببخشید میخواستم بپرسم که ببینم آهنگ‌های مجاز گوش دادنشون گناه هست یا نیست؟ خیلی ممنون. خدا نگهدارتون باشه. زیاد زمان نداریم، بفرمایید. در رابطه با این سوالی که کردید سوال خیلی خوبیه. این روزها اصلی ترین مشکل مملکت ما هم همینه. آب و نون و آسایش و این حرفا که مهم نیست. چیزی که مهمه همین آهنگیه که شما فرمودید. در این رابطه من یه سری تحقیقاتم کردم که آخرش رسیدم به مقولات فیزیک و شیمی. اگر آهنگی باشه که در شما واکنش‌های شیمیایی ایجاد کنه، احوط اینه که گناه نیست. مثل این آهنگ من آوردم، لطفاً پخشش کنید. آهنگ شماره 1 رو میگم. همونطور که میبینید این آهنگ فقط به درد مقام عظما میخوره که پشت دیوارهای سنگین گیر کرده. آخه این آهنگ از درون داغون میکنه، خیلی داغون میکنه. حالا میشه آهنگ دوم پخش کنید که من بهتون بگم، در حین پخشش میگم بهتون. بله، تو این آهنگ فیزیک و شیمی قاطی میشه به این صورت: حرکت دست داشته باش شما 12 سانت راست، 12 سانت چپ، زاویه گردن ماکسیموم 10 درجه راست، 10 درجه چپ. دقت کنید که تکون نخوره کمرتون را، وگرنه هم خودتون حروم میشید هم آهنگ. بیا بله. اما آهنگ سوم خواهش می‌کنم پخش کنید. سر این آهنگ حرفی برای گفتن نمیمونه. صدا رو بکن، تصویر بچرخ. بیا. یعنی همه اعضا و جوارح فیزیک محض میشن. بیا که این حرامن اندر حراما. بیا کن بیا. بیا آها تموم شد. البته انسان جایز الخطاست دیگه.